خب به نام خدا دوستان عزیز سلام. امروز با یه نکته در مورد روابط بین ریشه ها در معادله درجه 2 در خدمتتون هستیم. یه تیپ سوالاتی که توی آزمون‌های متداولمون که خیلی استفاده میشه قرار دادن ریشه در داخل معادله است. الان این سوال به ما گفته آلفا و بتا ریشه معادله x2 منهای x منهای 8 مساوی 0 میباشن. حاصل این عبارت رو خواسته. خب یه که خیلی همه استفاده میکنن اینه که میان مخرج مشترک میگیرن، مخرج ها در هم ضرب میشه، این میشه آلفا بتا منهای آلفا منهای بتا به علاوه 1 که اون منهای آلفا و منهای بتا از این منها فاکتور میگیریم میشه منهای پرانتز آلفا به علاوه بتا که اس ساخته میشه منهای اس. یه راهش اینه. یه راه دیگه اینه که ما بیایم توی همین کس، البته قبلش که باید اس و پی رو به دست بیاریم، آلفا به علاوه بتا جمع ریشه ها که میشه چی؟ منهای ب اوم منفی 1 که میشه 1 تقسیم بر آ میشه 1 ضرب ریشه ها میشه سی اوم. سیمون منفی 8 آمون هم که 1 میشه منفی 8. میایم تو کسر اول صورت و مخرج کسر رو ضرب در بتا میکنیم. نگاه کنید خیلی خوب میشه. تو صورت پی ساخته میشه، تو مخرج هم بتا 2 منهای بتا. اگر تو خود معادله ما به جای x بذاریم بتا 2 منهای بتا منفی 8 میره و میشود چند؟ 8. یعنی اجازه داریم به جای این مخرج 8 بذاریم، صورت و مخرج این کسر رو هم ضرب در آلفا کنیم، میشه دوباره صورته میشه آلفا بتا میشه ضرب ریشه، مخرج میشه آلفا 2 منهای آلفا که باز به جامون هم میذاریم 8. آلفا بتا هم که داریم منفی 8 با یه جایگذاری ساده، دو تا کس ساده میشه 2 تا منفی 1 جواب میشه بعد منفی 2.